سروران عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم در هیچ لحظه ای از لحظات زندگی روحیه خودشون رو نباختند، تنها بودند. مسیر دعوت رو آغاز کرد، دعوت میداد، یارانش رو شکنجه میکردند، عمار رو میگرفتند، بلال رو اذیت میکردند، از کنار اونا میگذشت. ناراحت پیامبر صلی الله علیه و سلم ناامید نمیشد، میگفت صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنه، نگران نباشید، جنت در انتظار شماست. هرگز روحیه خودش رو از دست نمیداد. وقتی اهل مکه دعوت پیامبر رو نپذیرفتند، تنها بود، یکه و تنها قسم خورده بود ای ابو طالب اگر تو پشت منو خالی کنی، من محمد یکه و تنها این مسیر رو میپیمایم. اهل مکه ایمان نیاوردند، حرکت کرد به سوی طائف رفت. اما طائفیان سنگ دل لحظات تلخ تاریخ گواهند که آسمان به لرزه بیاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با دلی سرشار از غم و اندوه به خاطر امت خودش، به خاطر هدایت امت خودش به سوی طائف رفت اونها رو دعوت بده. اما اونها نه تنها این که دعوت پیامبر رو نپذیرفتند، سگها و درندگان خودش و فرزندان نااهلی خودشون رو رها کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو با سنگ استقبال بکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم خسته و کوفته رفت در یک باغی زیر سایه درختی نشست. جبرئیل امین علیه السلام اومد، یا محمد ان الله قد سمع قول قومك لك و بعث معی ملک الجبال. ای محمد این دعوت تو رو که طائفیان رو به سوی من الله فراخواندی، اینها رو من شنیدم، تو ادای رسالت کردی، اما قوم طائف گوش نکردند. ای محمد این ملک الجبال هست، فرشته کوه ها، خدا با من فرستاده، مره بما شئت. ای محمد هر دستوری امروز بدی، فرمان محمد مصطفی اجرایی هست، هر دستوری بدی اجرا میشه. ملک الجبال خودش هم به سخن اومد، گفت که مرنی یا محمد بما شئت. ای محمد هر دستوری داری من برای اجرایش اومدم. ان شئت اطبقت علیهم الاخشبین. ای محمد اگر میخواهی من با کوه های اطراف طائف طائفیان رو همچون آسیاب استخونهای اهل طائف رو خرد و خمیر میکنم. ای محمد فقط منتظر دستور تو هم، تو لب تر کن یا رسول الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبری که خسته و کوفته هست، از بس که سنگ به پاهایش خورده، از بدن مبارک عرق سرازیر هست و از پاهای مبارک خون در جریان هست، خون چکه میکنه. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا لا لعل الله ان یخرج من اصلابهم من یعبد الله لا یشرک به شیئا. نه ملک الجبال، نه فرشته کوها، نه جبرئیل امین، من نمیخواهم، من امیدوارم. پیامبر بدنش خسته و کوفته اما سینه‌اش سرشار و مالامال از امید. میفرمایند که نه، من امیدوارم که از نسل اینها فرزندانی به دنیا بیاد که سربازان الله باشند و این نتیجه زحمات من ضایع نمیشه. امروز ما و شما میبینیم سروران در ملک طائف، میبینیم همون سرزمین طائف هست. به خاطر امیدواری پیامبر امروز از گلدسته ها و مناره های مساجد ملک طائف روزانه 5 بار فریاد اشهد ان محمدا رسول الله در فراز آسمان بلند میشه که اینها همه ثمره امیدواری و نتیجه اون عطوفت و مهربانی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. زندگی پیامبر
صلی الله علیه و سلم رو ما اگر ابعاد مختلفش رو بررسی بکنیم سرشار از امیدواری ها هست دوستان. پس ما و شما تحت هیچ شرایطی وقتی سختی های زندگی به سوی ما و شما رو می کنند امید خودمون رو از دست ندیم.